سلام خدمت بچه های کنکوری، خسته نباشید. امروز با معرفی منابع کنکوری در خدمت شما هستیم که این منابع از کتاب ها میتونن باشن، از کلاس ها میتونن باشن تا آزمون ها. ما اینو میخوایم تو 3 پارت براتون بررسی بکنیم. خب بررسی پارت اول ما قطعاً کتابه. کتاب‌های کمک درسی که شما میتونید تو دوران کنکور استفاده بکنین، اولین منابع شما بعد از آموزش شما هستن. تازه بعضی از بچه‌هایی که درسنامه بخونن عملاً یعنی آموزششون هم با همین منبع کمک درسی اتفاق میفته. اولین نکته‌ای که راجع به کتاب‌ها بخوام بگم که خیلی گیج نشید تو این بازار، این که انتشارات یه اصلی دارن، یه قانونی دارن. بهترین نویسنده ها رو انتشارات خوب میان پیدا میکنن و این پیدا کردن این استعدادیابیه خیلی شرایط عجیب غریبی داره. مثلا از یک پاسخنامه یه آزمونی میان فردی رو پیدا میکنن و به قولی میبینن که وقتی پاسخنامه خوبی مینویسه پس قلم خوبی داره برای اون درس و ازش استفاده میکنن، تست میگیرن و میبینن که کارش خوبه. بنابراین اینو بدونین، انتشاراتی که مطرح میشن مثلا انتشارات گاج، انتشارات خیلی سبز و غیره، این انتشارات نه تنها خوب بودن بلکه برای اینکه خوب بمونن بهترین ها رو میان پیدا میکنن و فکر نکنید که مثلا یک انتشاراتی توی یه درسی به نوعی عمل کرده که قطعا بهترین منبع دست اوناست. نه، الان من واقعا میتونم بگم بهترین منابع کنکوری شما در بین انتشارات های تاپ هستن و سراغ انتشارات های معمولی تر که به گوشتون نخورده نرید. به خدا داستان خیلی عجیب غریب نیست تو کتاب. پس چی میشه که اختلاف درصدی میفته؟ مثلا چه میدونم، ممکنه شما پشت کنکوری باشین یا تو پایه کار کرده باشین، بگین آقا من مثلا همین منبع رو میزدم، چیزی باعث خب جدا شدن من از یه سری از رقیبام شد، یا اینکه اونها یه سری بچه ها با همین کتاب ها می اومدن نتیجه بهتری می گرفتن. ببینید این به فاکتورهای مختلفی بستگی داره. مثلا یکی از این فاکتورها میتونه آزمون زدن باشه. خب آزمون زدن خیلی مهمه و از یه جایی به بعد دیگه کتاب کار کردن به شما کمکی نمیکنه و آزمونه که میتونه درصد شما رو رشد بده. شاید اون کسی که از شما پیشی گرفته با آزمون این کارو کرده. مورد دوم اینه که شاید فردی بوده که چند تا منبع میزده، چند تا منبع داشته و شما یه منبع اولتون با هم یکی بوده، اون میرفته منبع دوم هم کار میکرده. البته اینم بگم مورد اول خیلی مهمتره، چون خیلی از بچه‌ها یه منبع کار میکنن و واقعا به اون درصد کافیه میرسن، ولی چی کار میکنن؟ خودشونو با منبع دوم درگیر میکنن. اینجوری دیگه به نوعی میشه گفتش اتفاقی که میفته روندشون مثل دانش آموزی که با یه منبع آموزشش تکمیل میشه، تستای پوششیشو میزنه، وارد آزمون میشه، مثل اون نمیتونن درصد بگیرن، چون ذاتاً آزمون شما رو در شرایط قرار میده و راندمان شما رو بالا میبره، بازدهی بالاتری نسبت به منبع داره، مخصوصا وقتی که آموزش شما کامل شده و تستای پوششی کافی رو کار کردیم. بریم سراغ ادامه ماجرا. اینجا هم براتون یه سری مدل ها رو نوشته بودم، مثلا سری خیلی سبز و سری آیکیو، همون گاجی که مد نظرم بود. بریم سراغ درس ها که درس به درس بیایم بررسی کنیم چه منبعی بهتر هستش برای کتاب های کمک درسی. درس اول ما فیزیکه. دلیل اینکه این درس رو اول گذاشتم اینه که تو سالهای اخیر سوال خیلی عجیب غریبی ازش نیومده، یعنی شما درصد بالاتری میتونین از این بگیرین، یعنی به راحتی تو اولین درسی که بخواین درصد بالا بگیرین به نظر من فیزیکه، بیچون و چرا.
به نظرم فصول جمع و جور و ساده ای داره، مشخصه، کلا 11 تا فصل داره، تیپ بندی میشه کرد و بنا به خیلی دلایل دیگه که الان دیگه میخوایم بیشتر راجع به منابعی صحبت کنیم. اولی منبعی که هستش خیلی سبز جامع. ببینید خیلی سبز جامع خیلی منبع خوبیه، یعنی واقعا میتونم بگم یه مثلا نکته خاصی راجبش بگم، میتونم بگم سوال استاندارد واقعا داره ها. اما یه ایرادی که داره، به عنوان ایراد بخوام بنویسم، بذارید من رنگ اینو عوض کنم. میخوام نکات مثبت رو با سبز براتون، حالا یا یه رنگ دیگه، مثلا حالا اینجا با سبز براتون مینویسم، ایراداتش رو با قرمز براتون مینویسم. سوالاتش واقعا استاندارد، واقعا از این جهت فوق‌العاده است. اما ایرادی که میتونم بهش بگیرم اینه که تعداد سوالاتش به شدت زیاد و خب این شاید وقت نکنه دانش آموز کنکوری تو تایمی که داره سوالاتش حل کنه. بنابراین باید ببینید آیا میتونین با این تعداد سوال کنار بیاین یا نه. اگر کنار بیاین منبع خوبیه. نردبان تک‌پایه. ببینید نردبان تک‌پایه برای فیزیک خوبه. منظورم این ضرب در 3 هم که اینجا گذاشتم به این علته که بچه‌ها بدونن، یعنی 3 پایه شد باید تهیه بکنن بچه‌های کنکوری، یعنی 10ام، 11ام و 12ام، 3 تا کتاب جدا. مثلا اینو برای نشگلگو تک‌پایه و خیلی سبز تک‌پایه هم گذاشتم. ببینید نردبان تک‌پایه خیلی خوبه، ولی بیشتر به عنوان منبع دوم بچه‌های تک‌پایه به درد میخوره، یعنی بچه‌هایی که 10می ان 11می ان. واسه بچه‌های کنکوری خیلی خوب نیستش. علتشو بهتون میگم، نمیگم اگر داری نزن. اگر دانش آموز قوی حساب میشی و معمولا درصد خوبی میگیری تو فیزیک، نه اینکه 0 یا واقعا درصدی داری میگیری، مباحث جدیدم میتونی با نردبان کار کنی. ولی برای بقیه دانش آموزها من اینو فعلا پیشنهاد نمی کنم، بنابراین یه خط آبی ریزی روش میزنم. IQ جامع چجور منبعیه؟ قطعا خیلی تعریفشو شنیدین، ماجرای خودشو داره. IQ جامع هم سطح سوالات خوبی داره، به استانداردی خیلی سبز نیست، ولی میتونم بنویسم که سوالات قوی، واقعا سوالات قوی کار شده، خوبه، واقعا منبع بدی نیستش، اما میگم به استانداردی خیلی سبز نیست. منبع بعدی میکرو جامع هم سوالات خوبی داره، بد نیست، استانداردم پیدا میشه، تعداد سوالاش هم بد نیست، ولی اینجاست که خیلی از بچه ها رو میشه تفکیک کرد. میکرو جامع منبع خوبیه، اما ترند کنکور نیست. میدونین این خیلی مهمه که آقا منبعی که شما دارین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. به نظر من میکرو جامع بد نیست، ایرادی نمیشه بهش گرفت، ولی خیلی سبز جامع و آیکیو جامع بهترم. پس من یه ضربدری اینجا میزنم. ببین اینم بگم، منابعی که واقعا بد باشن و من اصلا نیاوردم تو این لیستا. تو هر درسی که الان ببینید شما اینجا منابعی آوردم که مناسب باشن واقعا. نشگلگو تک‌پایه چطور؟ نشگلگو تک‌پایه هم واقعا خوبه. اینجا چیزی هم که بخوام بنویسم میتونم باز بنویسم سوال استاندارد داره، قوی، سوالات قوی داره، ولی دوباره اون ایراد تعداد زیاد سوال هم میشه بهش گرفت، اینم هست. اما باز من به این یه خط قرمز میزنم. چرا؟ چون دوباره منبع اول و سومی که معرفی کردیم منبع بهتری بودن. خیلی سبز تک‌پایه چطور؟ شبیه به خیلی سبز جامع، ولی دیدش یکم جزئی تره، به درد دانش آموز کنکوری واقعا میشه گفتش که نمیخوره. پس ما اینم یه ضربدری میزنیم.
بنابراین تمام منابعی که ما داشتیم منبع بدی نبودن. پس خیلی سبز جامع یا IQ جامع حتما کار بشه. به نظرم نیاز به منبع دوم هم نیست. تو درس فیزیک به عنوان کسی که فیزیکو بالا زده خوبم میدونه باید چی کار کرد، نیاز به این که شما چند تا منبع کار کنید واقعا نیستش. بعد از اینکه این منبع 1 یا 3 رو کار بکنید که تعداد سوالات خوبی هم دارن، یکیشون رو انتخاب بکنین. باز میگم اگر وقت دارین از تابستون شروع میکنین، درست حسابی وقت دارین، خیلی سبز جامع خوبه. اگر وقتتون کمتره IQ جامع رو انتخاب بکنین. اینجا هم مینویسم که وقت کمتر. اما یه منبعی هست که این پایین تر معرفی کردم، منبع 3 سطحی قلمچی. هر تک پایه است دیگه، یعنی اینم یه ضرب در 3 بنویسم. خوبی این منبع چیه؟ سوالات استاندارد قوی با تعداد سوال کم. یعنی هم قوی سوالاش، هم استاندارده، هم سوالاش کمه. سوالات اخیر قلمچیه دیگه، سوالات اخیر قلمچیه. این کتاب واقعا خوبه، واقعا خوبه. چون سوالات آزمونیه شاید همون اول واسهتون مناسب نباشه که مثلا شما با این کتاب شروع بکنید، ولی به عنوان منبع دوم شاهکاره به نظرم. اما یه موضوعی که هستش، کتاب 3 سطحی قلمچی و شما سعی بکنید اگر به اون سطح رسیدین، یه هینت و پیشنهادیه که من دارم بهتون میدم، به شکل زماندار حل کنید. اینجوری واقعا میتونین جلو بیافتین و تو زمان کمتری سوالات رو حل کنید. بریم سراغ شیمی. بیچون و چرا وقتتون هم نگیریم. ببینین شیمی منابع مختلفی براش هست و من حالا اینجا 5 تا منبع رو براتون معرفی کردم که مطرح ترن. اولین چیزی که میخوام رد کنم، اصلا بیچون و چرا میخوام رد کنم، اینجا نوشتم چون خیلی پرطرفداره. مبتکران آقای بهمن بازرگانی باید رد بشه، اصلا هیچ صحبتی نداریم راجبش. آقا دلیل، ما خیلی به نظرمون سطح بالایی داره، نمیدونم دانش آموز میشناسم با این 100 میزنه 80 میزنه، اصلا اینا رو بذارید کنار. علت رد شدن من تا صبح میتونم براتون بیارم. مثلا استاندارد نیست سوالاش، مثلا براتون بگم تعداد سوال الکی زیاد، استاندارد نبودنش هم اینجوری بهتون بگم دامهای سوالات حفظیش بده، سوالات مفهومیش زیادی سطح بالاست، دانشی رو میخواد که اصلا دانش آموز نیاز نداره بدونه. مثلا براتون بگم از شیمی عالی سوالاتی میده که اصلا دانش آموز نمیدونه، در حد کسی که لیسانس شیمیه باید بیاد راجبش نظر بده. میگم سوالات حفظیش هم که میاد الکی گیر میده به متن کتاب که اصلا کنکور اونجوری گیر نمیده. سوالات حلی و مسئلهش هم اصلا الکی سخته، دانش آموز رو به یه سوالاتی میکشونه که الکی اذیت میکنه و اصلا کتاب خوبی نیست. سوالاش الکی زیاده. بعد حالا نمیدونم پارادوکس 2 جلدی تک جلدی داره این یه طرف، و الان اصلا ترند کنکور نیست، کنکور داره فاصله میگیره. کنکور 2-3 سال اخیر که یه عده میگن سخت شده، به نظر من سخت نشده، یکم زمانگیر شده و مهمتر از همه تو درس شیمی ترند کنکور عوض شده. دقیقاً هم بهتون میگم چه سمتی برین تا ترند کنکور رو داشته باشین. کتاب میکروجامع کتاب خوبیه، تعداد سوالات خوبی داره، میشه گفتش که استاندارد هم هستن سوالاش، به نسبت سوالات قوی هم داره. کتاب نشرالگو هم همینطور کتاب خوبیه، کتابیه که سوالات خوب داره، یه ذره حالا سوالاشون زیاده هر دوتا اینا. کتاب خیلی سبز پایه هم کتاب خوبیه، سوالات استاندارد داره، دوباره دارم میگم برای آموزش عالیه، سطح خیلی بالا نداره ولی این یه ایرادشه. خب صحبتت چی؟ الان همه رو که گفتی خوبه. ببینید یه موضوع هستش راجع به شیمی، واقعا اگر میخواین درصد بگیرین کتاب خیلی سبز پایه تک پایه اصلا نمیتونه کمکتون کنه، اصلا نمیتونه، چون یه سری
سوالاتو پوشش نمیده. اما میکروجامعه و نشر الگو پوشش میدن. بین این دوتا اگه میخواین انتخاب بکنین، قطعا من باز میگم میکروجامعه انتخاب بهتری. نشر الگو هم خط زدم براتون. خب از بین دوتا اگه بخوایم برای ما انتخاب بکنی چی؟ چرا اصلا خیلی سبز جامعه رو بررسی نکردی؟ به خاطر اینکه خیلی سبز جامعه با اختلاف، این رنگش خوب نشد، با اختلاف، ای بابا این چرا اینجوری میشه، با اختلاف بهترین منبع موجود در بازار خیلی سبز جامعه بیشک. یعنی این منبع به نظر من سوال داره، آنچنان هم زیاد نیست، به عنوان یه منبع جامع فوق‌العاده است. تیکه های درسنامه‌اش رو میتونین حتی استفاده کنین. یعنی من نمیدونم اگه مزایا اینو بخوام بنویسم تا کجا میتونم براتون بنویسم. درسنامه‌اش خوبه، سوالات تیپ کنکور قشنگ، یعنی قشنگ کنکور دوست داره، از این سوالا داره میده. دقیقاً ترند کنکور وقتی میگم تو سالهای اخیر عوض شده، دقیقاً رفته به سمت چیزی که خیلی سبز جامعه داره میگیره. سوالات شمارشی زیاد اما با سطح مناسب. یعنی اینجوری که شما مثلا مثل بهمن بازرگان تو مبتکران نمیاد بپیچونه شما رو، نه آقا، چیزی که دقیقاً کنکور میپسنده، کوتاه ولی مفهومی. بنابراین میکروجامعه هم کتاب خوبیه ولی خیلی سبز جامعه یه چیز دیگه است. اینم بررسی شیمی. بریم سراغ زیست. برای بچه های خودم که زیست رو توضیح دادم همینجا منابعش هم بررسی کردم، اما برای شما بخوام کامل منابع زیستم بررسی بکنم، اولین منبعی که هستش منبع آیکیو جامعه. برای هر دانش آموزی و هر پایه این چرا اینجوری شد، به نظر من منبع مناسبیه و هیچ کس نمیتونه بگه آقا من این منبع خوب نبود برام، این کتاب رو دوست نداشتم. اصلا همچین چیزی ما نداریم. آیکیو جامعه کامل ترین منبع و بهترینه و به نظر من منبع فرست هر کسی میتونه آیکیو جامعه باشه. آقا برای زیست بیایم چند تا منبع کار کنیم وقتی اینقدر مهمه فلانه، میتونین تا 2 منبع هم کار بکنید، ولی خب ناخودآگاه وقتی آزمون بیاد از مهر آزمونا رو شرکت بکنین و اینها یه ذره وقتتون گرفته میشه. همین یه منبع آیکیو جامعه رو حتما کامل کار کنید، در کنارش آزمون کار کنید، خیلی بهتره. اما خب من براتون بقیه منبع ها هم کار میکنم و براتون توضیح میدم. مثلا مهر و ماه جامعه من براتون اینجا نوشتم ولی کاملا ضرب در میزنم. اصلا این کتاب به درد دانش آموز کنکوری نمیخوره. نه اینکه کتاب بدی باشه، خوبه، ولی من هفته‌های دیگه میتونم بگم کاملا ازش بهترن. بنابراین اصلا ما سمت اون نمیریم. نردبان تک‌پایه خوبه ولی فقط برای دانش آموزای قوی خوبه اولا. دوما نیاز به وقت کافی میخواد. یعنی خب بالاخره برای دانش آموز کنکوری وقتی نمیمونه. مثلا خب تک‌پایه بود دانش آموز میگفتیم حالا باز میشه یه کاریش کرد. یه چیزی هم که داره واقعا اینه که ترند کنکور نیست. ترند نیست واقعا. کنکور دوست نداره اون سبز سوالا خیلی. بریم منبع دوم، آیکیو تک‌پایه یا همون میکروجامعه. میدونین دیگه کلا آیکیو تک‌پایه‌ای که شما میخرین 3 تا کتاب کنار هم بذارید میشه میکروجامعه. این اصلا سیاست گاج بوده، 2 قالب متفاوت میفروشه کتاباشو ولی همونه. خب این چه جوریه؟ آیکیو تک‌پایه یا میکروجامعه کتابای واقعا مناسبیه، کتاب بدی نیست برای زیست، ولی یک سری ایرادات خیلی خیلی زیاد داره. مثلا ببین بیشتر به درد دانش آموز 10 11 میخوره، تازه اونم یه سری گیرای بدی داده. بخوام براتون مثال بزنم همون مبتکران شیمیه، قشنگ اونجوری اومده سخت کرده، به هر شکل گیرهای عجیب غریبی داده، مفاهیم رو الکی پیچونده و به نظر من به شدت برای خیلی از دانش آموزا گیج کننده است. به نظر من کتاب خوبی نیستش. نشر الگوی تک‌پایه برای زیست. دوباره دارم میگم اینجور کتاب ها در ترند ما قرار ندارن و
ما حذفش میکنیم به راحتی. خیلی منابع بهتری از اونها موجوده تو بازار و ما اصلا سمت اونها نیاز نیست بریم. خیلی سبز جامع منبع چهارم و خیلی سبز تک‌پایه رو بخوام براتون بررسی کنم، چهارم و پنجم. وقتی خیلی سبز جامع هست، چرا خیلی سبز تک‌پایه؟ اصلا سمتش نمیریم. ببینید دیگه، اینایی که یه تیک زد، یه دونه یه بار خط زدم، یعنی منبع بدی نیستم، ولی خب خیلی ترجیح نمیدم. اونایی که دو بار دیگه مثل اینا دو بار من زبدر زدم، یعنی یه زبدر این ور یه این ور، یعنی زبدر رو کامل کردم، اینا رو یه خط زدم. اونایی که دو تا خط زدم دیگه یعنی واقعا منابع خوبی نیستن. خیلی سبز جامع منبع بدی نیست. با بنفش میزنم که اگر برسید کار کنید به عنوان منبع دوم، اینو کار کنید، خوبه ولی بد نیست. میکرو تک‌پایه هم کتاب بدی نیست، نمیتونم خطش بزنم، ولی من مثلا خب خیلی سبز جامع قطعا مطمئنم بهتر ازش. اما میکرو تک‌پایه رو اگر دارید یا استفاده کردین تو پایه، منبع بدی نیستش واقعا. و دو درس پایانی ما عملا دفترچه 3 کنکور ما میشه ریاضی و زمین شناسی. اول زمین شناسی رو بررسی کنم تا قضیه رو ما فیصله بدیم از این بابت که آقا چه کتابایی کار کنم. ببینید کلا دو منبع مطرح داریم، مهرما و خیلی سبز. هر دو منبع خوبن، هر دو تا اگر رسیدین کار کنید عالیه. مهرماش هم جامعه البته، و میگم هر دوشون خوبه و مورد قبوله. اما اول میخواین اگر بزنین یه دونه هم وقت دارین، خیلی سبز بهتر به نظرم. بریم سراغ ریاضی. نشر الگو تک‌پایه چجوره؟ خوبه. نشر الگو تک‌پایه سطح سوالات استاندارد اوکیه و بد نیست. ببینید کلا یه چیزیه تقلب راجع به ریاضی و فیزیک برسونم که خیلی اینها به هم شبیهن، یعنی منابعی که دارن خیلی شبیهن، روندی که شما باید در پیشم بگیرین براشون شبیهن. همونجور که تو فیزیک گفتم آزمون زدن از یه جایی به بعد شما فقط باید آزمون بزنید، راجع به همه درس‌ها اینو ما میگیم به بچه‌ها، ولی خب متاسفانه بچه‌ها قبول نمی‌کنن، متوجهش نمیشن. و تازه مثلا خب توی درسی مثل زیست، توی درسی مثل شیمی، شما باید کتابو بخونی، درس رو یاد بگیری، بعد منابعشون طولانی هن. من حق میدم بهتون، ولی تو ریاضی و فیزیک باید خیلی زودتر وارد آزمون زنی بشی. این واقعیتیه که هستش. بنابراین منابعی که میخوام بگم خیلی بهش توجه نکنید و شما یه منبع در نهایت انتخاب میکنید و بعدش باید وارد آزمون زدن بشین. اما برای ریاضی یه دلیل بزرگتر داره این حرفم که وارد آزمون ها بشین. دلیل بزرگترش چیه؟ دلیل بزرگترش اینه که ریاضی در کنکور 1400 و تیر 1402 و بعد از اون در کل 1403 4 الان هر موقع که اصلا داره میاد تو چند سال اخیر ریاضی همیشه سخت شده. یعنی مثل همون قضیه شیمی که گفتم ترندش عوض شده، اینجا اصلا بحث اصلا ترند نیست، ریاضی سخت شده و کتاب‌های ما متاسفانه همه آسونن. یعنی میتونم اینو بگم واقعا همه آسونن، آسونتر از اینن که شما بیای یه کتاب رو کار کنی و به دردت بخوره. مثلا یه درسی که الان میخوام بهتون بگم، مثلا مثل نردبان تک‌پایه که یکم سخته، این اصلا غیر استاندارده، سوالاتش انگار سوالات هوشه. مثلا مثل نردبان تک‌پایه فیزیک نیست من بگم خوبه بد نیست، اگه قویید بزنید، نه، این مثلا غیر استاندارد اگه سخته. بقیه‌شون هم واقعا اونقدر سخت نیستن، مثل چیزی که داریم تو کنکورا میبینیم، تو آزمونا میبینیم. نزدیکترین از لحاظ سطح کدومه؟ همین 3 سطحیه که به نظرم مثل همونجور که تو فیزیک میگم بزنید اینجا هم بزنید. چرا؟ چون دوباره سوالات آزمونیه که جمع شده کنار هم، بنابراین سوالات آزمون خیلی جدی بگیرید. بریم این 4 تا منبع باقی مونده رو با هم بررسی کنیم به ترتیب. نشر الگو تک‌پایه رو که گفتم خوبه، اما اگر وقت داشتین بزنید، به نظر من برای دانش آموز کنکوری خیلی وقت نمیشه. آیکیو جامع خوبه، اما سطح سوالاتش به نسبت ساده هستش به نظر من. بنابراین منبع بدی نیست ولی خیلی ساده، یعنی اینجا هم می نویسم واقعا ساده سوال میدم به بچه ها، ولی حالا بد نیست. میکرو جامع هم دوباره همین مشکل رو داره که ساده هستش و مثلا یه سری سوالات غیر استاندارد هم داره، بنابراین اصلا رد میشه کاملا به نظر من. خیلی سبز جامع هم بد نیست ولی باز دارم میگم ساده. ببینید واقعا کتابا ساده‌ن، یعنی کتاب‌ها برای ریاضی خیلی ساده تر از اون چیزی که فکرشو میکنید.
بنابراین از این دوتا منبع یه چیزی رو بگیرین کناری. سه سطحی هم اگه خواستین کار کنین، سه سطحی خیلی بهتر از منابع کتابایی که واقعیت وجود داره، فقط سوالاش حیف کمه، وگرنه سوالات آزمونی برای ریاضی شاهکارن. شما برای شروع میتونین یک کتاب مثلا از اینها استفاده بکنین و شروع بکنین به کار کردن برای ریاضی در کنار آموزشتون. البته من کتابی که معین کرمی هم میگه، نمیدونم یادم نیست دقیقاً کدومشون رو معین کرمی میگه، فکر کنم همین آیکیو جامعه رو میگه. آره اگه آیکیو جامعه باشه که همینه. اگه نمیدونم میکرو رو نمیگه، نه. خلاصه اون کتابم کتاب خوبیه، من الان یادم نیست دقیقاً کدوم بود، ولی فکر کنم همین آیکیو جامعه بود. سوال آخری که بچه ها دارن، آقا الان تیر ماه ما داریم این ویدیو رو میبینیم، خب چه اتفاقی افتاده؟ چاپ جدید نیومده. چی کار باید کرد؟ خرید بکنیم نکنیم؟ حالا اصلا واسه هر برهه‌ای دارم میگم، فکر کنین شما زودتر دارین شروع میکنین، چاپ جدید نیومده. اولین چیزی که بهتون بگم، خیلی کتاب ها تفاوتی ندارن به نظر من و شما میتونین کاملا خریدتون رو انجام بدین. اگر تازه با قیمت مناسب تر هم میتونین این کار انجام بدین، ولی اگر 1% آدم حساسی هستین و اگه قرار باشه تغییر بکنه حس ناکافی بودن دارین که مثلا خب چرا من این 2 سوال 20 سوالی که اضافه شده رو ندارم و اینها، میتونین بمونین کتاب‌های جدید بیاد. و البته اینم بگم، اولین چیزی که شما میتونین صبر کنین براش خود کتاب درسیه. درسته حالا انتشارات ها سعی میکنن سریعتر به قولی تلاششون رو بکنن تا بعد از اومدن کتاب درسی ویرایش رو انجام بدن، کتابا رو برسونن. ولی موضوعی که هستش، شما با خود کتاب درسی متوجه میشین خیلی فرق میکنه یا نه. مثلا توی درسی مثل فیزیک خیلی کتاب در سالهای اخیر تغییر نکرده، ولی مثلا چه میدونم زیست هر ساله داره حذویات و نمیدونم اضافه شدن و اینا داره. برای همین میتونید بمونین کتاب جدید بیاد، اصلا مشکلی از این بابت نیست. معرفی هم گذاشته بودم واسه آخر. من محمد یکتا هستم، دانشجوی پزشکی دانشگاه گیلان دیگه، میدونید احتمالاً. حالا من باز خواستم معرفی بکنم، روپوش سفیدیارم فراموش نکنین اگه جوین نیستین دیگه. در آخر براش آیدیتونم براش بنویسم، آیدی روپوش سفیدی ها رو. و بیشتر از این وقتتون نگیرم. البته اگر خود روپوش سفیدی ها رو تو سرچ تلگرامم بزنید میاره براتون. من تو آیدی تو بیو ببخشید اینستاگرامم هم گذاشتم روپوش سفیدی ها رو. نمیدونم قلمم چرا اینجوری شده بود، یه لحظه شرمنده. بله خسته نباشین، امیدوارم که کمکتون کرده باشه این ویدیو و سال خوبی رو در پیش داشته باشین.